پیغام ای بچه های دنغره به اساسگذاری ظلم و ضلالت، پیشوای دجالان خائنان مملکت، شما هر روز گوشتای رنگ برنگ میخرین، ما نون قاق میخریم، همین هم قیمت کردین. اخدا نمیترسین، ایجان میکشین، تو دیگه پیشوا نیستی. ما دیگه بیزاریم ایتم طریق پیشوا هم طریق اساسگذار صلح و وحدت هم. دو مدت ای دختر بگی بیا هم دنغره دو مدت بسیار ظلم و ضلالت، پیشوای ملت، سوال به اساسگذار ظلم و ضلالت، پیشوای خائنان ملت امام علی رحمانوف در 29 سال آرد یا روغن قند خردیم به خونتون. اگر میخردی ای روز میفهمدی، تیار میخری اگر میخردی قیمت نمیکردی. ما دیگه ترچ خیل باور کنیم. استحفا بتی ایجا برا استحفا انشاءالله به در قصر تمیریم. دو درچه را از دنغره تماشا میکنیم انشاءالله که بعد دوام میکنیم. پیغام ای بچه های دنغره به اساسگذاری ظلم و ضلالت، پیشوای دجالان خائنان مملکت، شما هر روز گوشتای رنگ برنگ میخرین، ما نون قاق میخریم، همین هم قیمت کردین. اخدا نمیترسین، ایجان میکشین، تو دیگه پیشوا نیستی. ما دیگه بیزاریم ایتم طریق پیشوا هم طریق اساسگذار صلح و وحدت هم. دو مدت ای دختر بگی بیا هم دنغره دو مدت بسیار ظلم و ضلالت، پیشوای ملت، سوال به اساسگذار ظلم و ضلالت، پیشوای خائنان ملت امام علی رحمانوف در 29 سال آرد یا روغن قند خردیم به خونتون. اگر میخردی ای روز میفهمدی، تیار میخری اگر میخردی قیمت نمیکردی. ما دیگه ترچ خیل باور کنیم. استحفا بتی ایجا برا استحفا انشاءالله به در قصر تمیریم. آنها را شیر بچه دنغره میگن گی میگن خیومی. وقتی که تو ای پیشوا حمایت میکنی تو در خوجان شدی، تو خوب معینه. اینه بچه ای دنغره، این شیر بچه ای دنغره خطاب رحمانوف کرد. 29 سال همین گپا یگان سیاستمدار نگفته است. رحمانوف 29 سال به خونت ای مگزین یگان بار قند، روغن، شکر یعنی همه چیزا رو خریده، یعنی نه خریده. تو نمیدونی که نرخ چنده. دخترات هم همین خیلی ای پلی ما زندگی داره شما. یعنی فهمیدین مقصد گپا؟ خوب دیگر تمام. خوب انشالله مردم فهمیدن. جواب خوبه برای یعنی خیامدین و چاپلوسکایی که میخوان مقعد رحمانوف بلیسن. این همین سوال، این همین پاسخی تو بود. یعنی انشالله که مردم دنغره وقتی که کودک دنغرگی با رحمانوفی خبیث اینه گپا میگه، پس تو در خوجان شیشته نمیتونی که پشتی رحمانوف بگی. در اینجا تعلیم و تربیه، در اینجا علم و دانش گپ نرفته است. اینجا ظلم رحمانوف برای مردم دنغره رفته است که یک کودک دنغرگی ای رحمانوف شروع گپ زده است. فهمیدسته؟ دیگه چی میگوی؟ که جواب بگو با این کودک. با من جواب نگو، با این کودک جواب بگو. ایرا دیدی که ای سری پختای ای دنغره روی کست. ایرا نه نهضتی ای، نه یعنی که یگون خیل بچه منه، نه یگون کودک منه، نه یگون جیان میشه. یا دنغرگی همینه پخته در جانش زده است برامد کرد. چی میگوی دیگه؟ جواب بگو با این کودک دنغرگی. جنگش میکنی، چیزش میگو گوش. مرحبا. با همین خواهش میکنم گوش کنید تا آخری سخن. با همین دودره که همینجا سخن کردن یک دودره که ما هستن البته، لیکن من دلم میسوزد به همون نفرانی که همین کودک ساختن و در بازی بزرگ سیاسی خودشون امروز همراه کرده ایستادن. یگون کس یگون چیزا نساخته، سوال جواب بگو. تو درد داری، باور کن گوش کردن. آخه من درد دارم که تو دروغ میگوی. تو یا مسئله سیاسی دیگه دیگر هم میاری خوش میکنی. تو بگرد بگوش قیمت های شکر، قیمت های بنزین، قیمت های مردم مهاجر های در معلم ها پول میگیرن.
بلسو امنیت مردم از ظلم کرده است او دیگه چی بگه ما دیگه ترا درد نداشته باشیم اولیا با بشینیم بخندم رنگی آخر تو گوش کن تو نشین نخند تو کی مکتب در اومدی کی در داخل دانشگاه های دولتی تاجیکستان بودی که تو درباره دانشجویان دانشگاه تاجیکستان گپ میزنی درباره مکتب تاجیکستان تو یک بار بین بیا کو کبیری میگفت که مثال سالهای 90 تو مکتب تاجیکستان رفت اما قرقیزستان وقتی که من مکتب میخوندم تو تولد نشده بودی وقتی من مکتب میخوندم وقتی ما مکتب خوندیم و دانشگاه خوندیم طولی در پروژه نبودیم ای بیا وقتی زیاد من ندارم بود تو بس کردن یاد نمیگیرم